الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. صدق الله العظيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. یک اشکالی که مشرکین می گرفتند همین بود که در رابطه با رسالت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اونها اعتراض داشتن و شک و شکوک تو دلشون بود و می گفتن که الله یا فرشتگان نازل بشن و ملائکه بر ملائکه خیر اعتقاد داشتن. گفتم ملائکه نازل بشن و تایید کنن رسالت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را، بگن که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر خداست و ما قبول کنیم، و یا این که الله سبحانه و تعالی خودشون به صحنه بیاین و الله تعالی خود کلام بکنن، صحبت بکنن که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسول ماست تا ما بپذیریم. ما از کجا بدانیم که شما پیامبر خدا هستید؟ این در حالی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم معجزه نشان داده، انبیاء الله معجزه داده و خود معجزه دلیل بر رسالت و نبوت. و معجزه چیزی است که خلق از مقابله او عاجزه، یک چیز غیر طبیعیه، مثل شق القمر که حضرت به ما اشاره کردند و دو تکه شد و معجزات متعددی از دست حضرت ظاهر شد. این معجزات دلیل نبوتند. قرآن خودش معجزه و قرآن عظیم الشان کتابی که اینها شعرای اینها ادبای این مردم نتوانستن مانند قرآن بیارن چیزی. خب این دلیله. ولکن اینا گفتن نه، فرشتگان نازل بشن و فرشتگان اینجا گواهی بدن که شما پیامبر خدا هستید و یا خود الله تعالی به سخن در بیاید و به کلام در بیاید و بگن که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم پیامبر ما هست. و این چیزی که اینا می گفتن خلاف عقل بود، برای اینکه اگر فرشته بیاید، فرشته به چه صورت بیاید؟ فرشته اگر به صورت شکل اصلی بیاید که اینها نمیتونن فرشته را ببینن، اینا باید همه چپا بشن، بیهوش بشن و ممکنه بسیاری بمیرن. و فرشته را به شکل اصلی، اگر فرشته به شکل انسان بیاید و بگه که حضرت ما فرشته ایم
من جبرائیل امینم و حضرت محمد رسول الله پیامبر خداست. میگه از کجا معلومی؟ فرشته نیست، انسانه. و این اشکالاتی نه باقی میمانه، قابل حل نبود. و اگر الله کلام بفرمایند پشت فردا و اینها بگن که از کجا معلوم که کلام خدای یک کلام کسی دیگر است. و اگر الله خود را ظاهر کنند که اینها قابل دید نیست، اینها نمیتونن، همه میمیرن و فنا میشن. اینی که چیزی که اونها درخواست کردن الله میفرماید که اینها چیزی بسیار بزرگی و تکبر بسیار بزرگی کردن و جایگاه خودشون را ندانستن و از ظرفیت خودشون حرف بالاتر زدن. و کل این جریانات ای اول الله تعالی یک نکته جالبی بیان میکنن که قال الذین لا یرجون لقاءنا، گفتن کسانی که اعتقاد به ملاقات خدا ندارن، اعتقاد به آخرت ندارن. لا یرجون اصل رجا یک چیز مرغوب، انتظار چیز مرغوب، رجای میگه رجای واسق داریم، امیدواریم. روی خیر وقتی که مردم امیدوار باشه میگه ما امیدوار هستیم. رجا به معنی امیده و رجا به معنی خوف هم میآید، از کلماتی که به دو معنی ضد به کار میره. رجا در واقع ضد خوفه، بر همه خوف اطلاق میشه و رجا بر امید، و لحظه اینجا بیشتر معنی را خوف مراد گرفتن. و قال الذین لا یرجون و قال الذین لا یخافون، کسانی گفت کسانی که خوف نداشتن، خوف ملاقات خدا را، یعنی خوف قیامت را، خوف حساب و کتاب را. معلوم میشه که تمام تحولات در بشر از روی یک اعتقاده و او اعتقاد به حساب و کتابه و اعتقاد به قیامت. و انسانی که اعتقاد به قیامت داره، به حساب و کتاب داره، او انسان میترسه از الله تعالی. و لحاظا همین ترس آخرت که از گناه جلوگیری میکنه و انسان مسیرش را درست میگردن، انقلاب میاره توی زندگی انسان از اعتقاد به آخرت و از اعتقاد به حساب و کتاب و از اعتقاد به جنت و جهنم تحول میاره توی زندگی انسان و انسان متحول میشه. اینا اعتقاد به آخرت نداشته، مشکل شو ایجاد بود. گفتم هر کسی که مرد دیگه تمام شد. لازم کسی که اعتقاد به آخرت داشته نباشه میگه من برای چه عمل بکنم، برای چه نماز بخونم، برای چه روزه بگیرم، برای چه پیامبر اطاعت کنم، برای چه شب بیداری بکشم، چه میرسه به من و چرا از گناه و آنچه که نفس میخواهد نفس جلوگیری کنه. امروز توی جامعه ما بزرگترین آفت اینه که اعتقاد به آخرت و اعتقاد به قیامت در مردم ضعیف شده. و لحاظا وقتی ما بخواهیم که مردم به الله برگردن، مردم مراعات کنن، باید قیامت را یاد کنیم، آخرت را یاد کنیم، عذاب و حساب و کتاب را یاد بکنیم. آقا حساب و کتاب جلوه، آقا اگر کسی اینجا آدم بکشه، جنایت کنه، جرم بکنه، مال مردم بخوره، مردم آزاری بکنه، باید جواب بده. این طبعا بدانه که حساب و کتابی است بترسه. امروز در یک بخش در لایه های جامعه ما، بالاخره بعضی از لایه های جامعه مخصوصا میره توی کشور دانشگاهی و این قسمت ها که میره، همین اعتقاد حساب و کتاب ضعیفتر میشه و سوالات هم میبینیم به دین زیاده تر در این قسمت که موجوده. در این لایه جامعه به خاطر همینه که اعتقاد به حساب و کتاب هست ولی اعتقاد به حساب و کتاب ضعیف. ولهذا همه ما باید اعتقاد به قیامت و حساب و کتاب را تقویت بکنیم تا بیشتر تسلیم بشیم و تا بیشتر به صورت خدا را. و قال الذین لا یرجون لقاءنا، کسانی که ترس نداشت از ملاقات خدا،
اعتقاد به ملاقات خدا و حساب کتاب نداشتن. اینها ای حرف ایناست که لولا انزل علینا الملائکه، چرا نزول نمی کنه بر ما فرشتگان و فرشتگان بگن که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسول خداست. فرشتگان معصوم بگن. آقا فرشتگان چگونه به شما بگن؟ فرشتگان به شکل اصلی که بیاین که باید همه شما تمام بشید. و اگر فرشتگان چون قابل دید نیستن، جنس دیگرن، اونها را با او عظمت شما نمیتوانید ببینید. و اگر فرشته به شکل انسان بیاید، لحظه چگونه بگیم فرشته؟ او بگه فرشته هم شما این خیر انسانه. و این اشکالات پیش میاد. گفت فرشتگان بیاید او نرى ربنا، یعنی که ما پروردگارمون را ببینیم. پروردگار را که نمیتوانستم ببینم. پروردگار یک تجلی به کوهی انداخت که حضرت موسی درخواست کرد که میخواد زیارت کنه پروردگار را. کوه متلاشی شد و حضرت موسی افتاد بیهوش. الله خودش را نشان نداد. یک تجلی از تجلیات الهی بر کوه افتاد. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. و موسی افتاد بیهوش و موسی نتوانست که خدا را ببینه. شما چگونه خدا را ببینه؟ اگر خدا پشت فرد صحبت بکنن، شما بگی که صحبت ما شنیدی، بله شما کجا میدانی که صحبت خدا؟ اینا بنی اسرائیل هم همین حرف زدن. وقتی الله تعالی با بنی اسرائیل صحبت کرد، گفت از کجا معلوم که صحبت مال الله تعالی باشه؟ و اینی که الله میگه لقد استكبروا فی انفسهم، اینها برتری جستن و تکبر کردن در دلشون، در نفسشون، یعنی خود از جایگاه خود فراتر رفتن. و انسان نباید از جایگاه خود فراتر بشه تا اونجایی که جایگاه اوست. انسان در حد نیست که با الله تعالی را ببینه و در حد نیست که فرشته را به شکل اصلی ببینه. لقد استكبر و اتوا عتوا کبیرا، اینا سرکشی کردن. سرکشی خیلی حرف بزرگ و دهن کوچک و میگه حرف بزرگ. هر دهن حرفی داری که آدم بزنه. لحظه اینها سرکشی کردن، تکبر کردن و پارا از گلیم خود فراتر گذاشتن و از جایگاه حرف خود حرف بالاتری زدن. ظرفی اینه ظرفیتی حرف نداشت. و الله تعالی میفرماید یوم یرون الملائکه، بله اینها فرشته ها را میبینن، اما کجا میبینن؟ در قیامت میبینن یا در وقت عذاب میبینن. روزی که اینا فرشتگان را ببینن، لا بشرا یومئذ للمجرمین، او روز خوشخبری نیست برای مجرمین. او روز عذاب. فرشتگان اینا را میگیرن توی جهنم میاندازن، اینا را زنجیر میکنن، به دست و پایشون زنجیر میاندازن. و او روز برای اونها روز عزای، روز مصیبته. و دیدن فرشتگان برای اینا خطرناک است. لا بشرا یومئذ للمجرمین و یقولون، او روز میگویند هجرا مهجورا. هجرا مهجورا به معنی فنا در فنا، فنا به فنا. یعنی فرشتگان را که میبینن، عذاب الهی را میبینن، او روز پناه میخواهند که از الله تعالی که خطرناک عذاب سنگینه. و هجر به معنی پناه و پناهندگی هست. مهجور هم همون معنی را میده و لحاظا او روز پناه میگوید، پناه در پناه میگوید و پناه میخواهند از الله تعالی. ابن عباس رضی الله تعالی منقوله که هجرا مهجورا کردن حراما محرما، یعنی برای اونها رحمت خدا حرامه و برای اونها رحمت خدا ممنوعه و لحاظا اینها یعنی محروم از رحمت.
ولی چون اینا یقولون او زبان یقولون به فرشتگان راجع میشه. فرشتگان میگن که رحمت خدا برای شما حرامه، ولی عموم ترجمه و تفسیر اینه که یقولون هجرا مهجورا، خودشون میگن پناه در پناه به پناه از عذاب الله. و این چیزی که من آرزو کردم فرشتگان ببینم، بگه فرشتگان که شما ببینید او روز شما ببینید که روز عذاب، روز بدبختی شما. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا. اینجا الله تعالی گوی این نکته را متذکر شدن که این درخواست ها و این بهانه ها که اینا بهانه میکنن تمام روی اینه که اینا اعتقاد به آخرت ندارن. و برحال بر ما هست که اعتقاد به آخرت تا همیشه مراقبه بکنیم، همیشه فکر کنیم روز رستاخیز، روز حساب و کتاب، قبر، موت و این شانه های آخرت را همیشه فکر کنیم که خوف خدا در دل از همین میاد. هر کسی که موت به کثرت یاد بکنه، موت یاد کردن ترس و خوف در دل پیدا میشه، خوف خدا. و زنگ های دل در حدیث آمده و تلاوت قرآن و ما یاد موت، زنگ ها از دل ها برطرف میشه. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. او روز که اینا میآیند به بارگاه الله تعالی، مجرمین یاد میکنن که ما به یتیم ها نان دادیم و انسان های غریب و فقرا را کمک کردیم و بالاخره کارهای خیری که انجام دادن یاد میکنن که ما این کارهای خیر انجام دادیم. هم مومنین عمل خودشون را یاد میکنن، هم مجرمین و مشرکین. اینجا بحث مشرکین و کفار و مجرمین. الله می فرمایند الله تعالی که وقتی که این هم می آیند پیش ما و ما تمامی اعمال خیری که اینجا انجام دادم، تمام این اعمال اینها را برباد می کنند. چرا که شرط قبولیت عمل ایمانه. این ایمان نداشتن. وقتی ایمان نداشتن تمام نیکی‌هایی که در دنیا انجام دادن، پاداش نیکی‌هایشون را در دنیا برد. الله این خیری که غیر مسلمانان، مشرکین، کفار انجام میدن، کارهای خوبی که انجام میدن، توی همین دنیا سلامتی میدن، اینها را نام و شهرت میدن، پست و مقام میدن، سلامتی میدن که کار خیر انجام میدن. دیگه اینجا تمام روز قیامت اینا هیچی نداره. اما مومن تمام اعمالش برای نیکیش برای آخرت ذخیره، اینجا هم الله تعالی به او خیر میرسانه. و این تاثیر در زندگی انسان، نیکی های انسان هم داره. و نیکی همونطور که مردم میگه دستگیر انسان میشه. خوبیه خیر را که انجام میدی توی دنیا و آخرت، دست شما را میگیره، این خیر به شما میرسه. ولی این ذخیره آخرت. مال غیر مسلمان همین دنیای اینجا میرسه به اونها. آخرت که میآیند الله میفرمان و قدمنا الی ما عملوا من عمل. و الله اقدام میکنه به آنچه که این از عمل خیر انجام دادن، خوبی انجام دادن، به سوی این اعمال خیر این الله توجه میکنه و تمام این اعمال خیر این را هباء منثورا، غبار پراکنده، غبار میکنه، پودر میکنه و اعمال اینا همه پودر میشن و هیچ چیزی از اعمال اونها به درد اونها نمیخوره. هیچی از اعمال اونها دستگیر اونها به اصطلاح نمیشه که به اونها برسه. تمام اعمالشو دیگه ناامید میشن، خیری برای اونها اونجا نمیاد. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا.
و اینها ذکر تا اینجا مشرکین و غیر مسلمانان بود، اما مؤمنین الله به عنوان اصحاب جنت یاد میکنه، اصحاب بهشت، اصحاب باغاتن. لہذا اصحاب جنت او روز که روز قیامت هست خیر مستقرا و احسن مقاما. اصحاب جنت از لحاظ قرارگاه و از لحاظ جایگاه، جایی که قرار میگیرن که بهشت، و از لحاظ قرارگاه خیره بهترن و احسن مقیلا، و از لحاظ آرامگاه جایی که آرام میکنن. مقیل معمولا اون جایی که انسان ظهر استراحت میکنه، و قیلوله جای قیلوله مراد اینجا آرامگاه و قبر اینجا آرامگاه میگن که میگه آرامگاه فلانیه، ولی معلوم نیست که قبر آرامگاه ہے یا محل عذاب ہے. اگر محل صاحب قبر توی قبر از گرفتار عذاب باشه قبر آرامگاه نیست. قبر جای عذاب ہے و جای بلا ہے. آرامگاه برای کسی که قبرش باغ بهشت باشه و جنت آرامگاهی و شاید اشاره به اینجا یک روایتی هست که حساب و کتاب الله که بنده را حساب کتاب بنده ها را که انجام میده به وقت ظهر این حساب و کتاب تمام میشه. اهل جهنم به جهنم میبرن و اهل بهشت به بهشت به همین وقت سوق میدن. و بعضی میگن شاید اشاره به همون حدیث باشه که اینجا لفظ مقیل اللہ تعالی آورده و الا مقیل مطلق آرامگاه جایی که انسان آرامشش هست و مستقر جایی که قرارگاه و جایگاه مستقلی وجود، جای مستقل مستقر میگوید و لحظه اونجا اهل بهشت جایشون مستقله و مال خودشونه و خودشون اون مالک او جایگاه خود هستند. یوم تشقق السماء بالغمام، این جایگاه اهل بهشت الله بیان. برعکس جایی که مال اهل جهنم نه اونجا قرارگاه نه اونجا آرامگاه، اونجا محل عذاب و جهنمی ها را سر به سر میریزند و خیلی توی عذاب و خیلی بر سرشون سخته باشند. اما اهل بهشت هر یک جایگاهشون جدای مستقل و جای که اونجا قرار دارن و جای آرامگاه اونست. و یوم تشقق السماء بالغمام، اون روز قابل یاده که آسمان ها پاره میشن از بالا به وسیله غمام. غمام ابر سفید در می آید از بالا و آسمان ها پاره میشن، یعنی آسمان ها باز میشوند. راه این ابر باز میکنه و این ابر همش تشکیل از فرشتگان، فرشتان واسه که فرشتان که به صورت ابر می آید و یا فرشتگان در پوشش همین ابر در غالب این ابر نزول میکنن و در صحرای محشر که حساب و کتاب بندگان شروع میشه و نزل الملائکه، او روز که پاره میشوند آسمان ها با ابر سفید که توی روایت هست و نزل الملائکه و فرشتگان نزول میکنن برای تنزیل و نزول کردن برای حساب و کتاب. فرشتگان میان که رسما حساب و کتاب در میدان محشر شروع میشه و رب العالمین نزول اجلال میکنن که حساب به صحنه حساب میآید، به صحنه حساب و کتاب بندگان میآید و ترازوی عدالت برقرار میشه و این روز قیامت هست. الملک یومئذ
الحق للرحمن ملک او روز و برای الله سبحانه و تعالی است. ملک او روز بیشک برای الله سبحانه و تعالی و دیگه اینجا هیچ کسی حتی ملک مجازی هم نداره. تو این دنیا هم ملک مال الله تعالی است، پادشاهی مال الله، ولی اینجا پادشاهان مجازی هستند. ولی روز قیامت دیگه نه پادشاه مجازی هم وجود نداره و ملک و روز ملک به صورت برحق برای الله سبحانه و تعالی است و لہذا برای هیچ کسی نیست و تنها الله سبحانه و تعالی پادشاهی دارد و ملک از آن الله تعالی است و حق الله تعالی اونجا. و کان یوما علی الکافرین اسیرا، او روز که این حساب و کتاب شروع میشه، فرشتگان نزول میکنن، پادشاهی یہ برحق مال اللہ تعالی هست و او روز بر کافرین خیلی سخت، کسانی که بدون ایمان آمدن خیلی سخت، خیلی ناامید. او روز رسوایی و شکست و ذلت و خاری برای کافرین هست و او روز اهل جرم و اهل فساد و اهل فسق و کسانی که به دین اسلام عمل نکردن، کسانی که در عمل کوتاهی کردن، بر همه او روز سنگینه. ولی سنگین ترین حالت بر کسانی است که دیگه هیچ امید بخشش ندارن و ناامید از رحمت خدا و کافرین که بدون ایمان بیاید. و یوم یعض الظالم علی یدیه، و او روز که گاز میگیره و میخوره ظالم بر دستهای خود، علی یدیه، هر دو دست خود را گاز میگیره، به دهن میاندازه. که گاهی افسوس بخوره هم دستا میبره توی دهن، گاهی که درد سنگین باشه هم فشار میاره، انسان دستش را گاز میگیره، بدنش را گاز میگیره. و لحظه او روز درد سنگینه، افسوس سنگینه، حسرت سنگینه و لحظه دست گاز میگیره و یقولو یا لیتنی اتخذت، افسوس میخوره که ای کاش میگرفتم با حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را، کاش که من حضرت رسول اتباع میکردم و تابعداری میکردم و از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیروی میکردم و به این رسوایی گرفتار نمیشدم. یا ویلتا، های افسوس، لیتنی کاش لم اتخذ فلان، افسوس میخوره و تمنا میکنه، آرزو میکنه که فلان شخص را من به دوستش اشاره میکنه که دوست نمیگیره و اتباع دوست. این آیا مطلق هست؟ مراد اینجا او دوستانن که انسان گمراه کردن، انسان از راه بیراه کردن و سبب گمراهی انسان شدن. بعضی این جمله را به یک واقعی که در روایات آمده هست که عقبه بن معیط معمولا سفر که می آمد، یکی از سران مکه بود، دعوت می کرد همه بزرگان مکه را و طعام می داد. یک بار از سفر آمد، همه را دعوت کرد، حضرت رسول هم دعوت کرد. آن حضرت که سر سفره و آمدن گفتن غذا نمی خوری تو کلمه شهادت تا نخوانی، کلمه توحید اقرار کن و به رسالت منم شهادت بده به وحدانیت خدا، و الا من غذای تو را نمی خورم. او شهادت داد و آن حضرت غذای او را خورد
ابی بن خلف وقتی که دوست عقبه بن این هم از سران مکه او خبر شد بسیار عصبانی شد آمد بر عقبه بن مویت عصبانی شد و گفت که تو به محمد ایمان آوردی. گفت که من مجبور شدم رای نداشتم من مهمان نوازم سر سفره من غذا نخورد و من به خاطر همین غذا بخوره این کلمه را خواندم و گفت که من مؤمن نیستم. گفت نه اینطور من قبول نمی کنم تا نری به صورت زیبای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آب دهن نینداز. و او ظالم رفت و که به صورت آن حضرت آب دهن بیندازه و اونطور که توی روایت من ندیدم ولی اون چی که به ما رسیده این واقع آب دهن به خودش برگشت. تف او به صورت خودی افتاد. همین که میگن تف به سوی فلک به روی خود هست. هر کسی اینجا بالا تف بکنه تف بر میگرده به خودش و این هر دوتا را الله رسوا کرد و در بعد هر دوتا ابی بن خلف و عقبه بن ابی معیط هر دو کشته شدند و به درک واصل شدند. روز قیامت همین عقبه بن معیط میگه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان، کاش که من ابی بن خلفا دوست نگرفته بودم و کاش که من راه حضرت رسول گرفته بودم. این حسرت و افسوسه که شاید برای همه غیر مسلمانان پیش می آید، برای همه فساق و فجار پیش می آید که رفیق و دوست ناباب اونها را سبب گمراهی شد. اینی که توی حدیث تاکید شده که ما دوستانمون را نگاه کنیم که چه کسانی دوستان ما دوستانی میگیریم که ما را به راه خدا وادار کنن، ما را با خدا نزدیکتر بکنن، با آدم فاسق و فاجر و بیدین اگر نشست و برخاست داشته باشیم خطر آنه که آخر به ما اثر بگذاره. همین که گفتن یار بد بدتر بود از بار بد، چرا که مار بد هم میزنی آدم و میکشه، همین زندگی را خراب میکنه، ولی یار بد آخرت انسان آتش میده. یا ویلتی لقد اضلنی، من گمراه کرد، عن الذکر، از ذکر گمراه کرد، یعنی از راه خدا، یعنی از قرآن، یعنی از دین. این یار بد من گمراه بعد از جانی، بعد از اینکه ذکر خدا. عقبه بن ابن ابی معیط ذکر خدا به او آمد، ذکر خدا را گرفت، دین خدا را، و بعد او را ابی بن خلف گمراه کرد. و هر یار بد همین طوره. و کان الشیطان للانسان خذولا، و هست شیطان برای انسان خذول. خذول یعنی انسان رسوا میکنه و نصرت انسان و یاری دوستانش را سر وقت ویل میکنه، جا خالی میکنه و فرار میکنه. آنجایی که انسان امیده که شیطان دوست گرفته به عنوان دوست را کمک کنه، شیطان در این وقت چه جنی باشه و چه انسانی باشه این موقع انسان ویل میکنه. و لحاظا نباید کسی شیاطین جنی و انسی را دوست بگیره. اینجا ابی بن خلف همون شیطانه که در وقت نیاز به درد عقبه بن ابی معیط نمیخوره. این شیاطین جنی هم این موقع ویل میکنه و حسرت انسان دچار میشه. دوستان دنیا ویل میکنه انسان، ولی مگر این دوستی برای الله باشه و دوستان دینی روز قیامت درد یک دیگه میخورن، ممکنه بتوانن برای یک دیگه شفاعت کنن، ولی دوستان دنیا نه. سر موقع انسان ویل خذول اینی که او را ویل میکنه و لحاظا نصرتش. خذلان به معنی رسوایی این ترجمه لفظی نیست، این معنای مرادیه که اصل
بمعنی ترک یاری و نصرت. وقت نصرت و یاری را در موقع نصرت کسی ترک بکنه دیگه طرف یعنی رسوا کرده است. الله تعالی من و شما را عمل به قرآن عظیم و شان نصیب بکنه و از درسهای قرآن من و شما را بهره‌مند بگردانه و فهم و صحیح درک قرآن را نصیب من شد. و آخر دعوانا الحمدلله.